دوستان عزیز و مهربان، امیدوارم که هر یک شما خوبه، تنظیحتید. اگر خواهید که با ما همراه آمده کار کردن و با کودکای خودتان وقت گذراندن، میتونید در نمرهای بالای اکران بوده نویسید. یک جای کار میکنیم در کمپانیای Faberlic. Какой буквы ты пишешь? С. Наоборот, Миша. Напиши буква Ф. اینمی حرفا رو همشه خودش نویستگی. دوستان عزیز، من ننویستم. سلامت باش. نه دیده؟ молодец ай чудима. دیده اونجا دفتراش قلماش میلوی اینمی خیلی خیلی. چی گفتنی فریزه؟ ده دختراشم بخرنم خیلی دوست که. اینمی خیلی. دوستان عزیز و مهربان، ایرای اول بریز خریدیم 1600 روبلی. از نصیب باشه. نصیب باشه پگه پرتش قطعی چشمی ستالوش. بعد میشینه ما در دوسکو می نویسم، ای در دفتر می نویسم. نمی خیلی. نصیب باشه از ای میبروی میریم الیفای مکتب میگیریم. دوستان عزیز و مهربان، اینی ها رو گرفتیم، الیفو گرفتیم، رفته استیم. مایده هوای گرمک. الیف به نهایت خرسند برای مکتب آمدنش. خرسند довольна. اینه گودک باشه بس مکتبش اومده برامده نتونستم. چه خیلی که گفته بودیم سونیا میاره، سونیا میبره. سونیا سری آورده الیف و نکیم سبب که حالی یکم هفته درسشون انیق نیسته و ساعتای یک میبرویه یک چند، ای ساعتای 12 اوجه جواب میشه. به همون خاطر ما قد فریزه آمدیم گرفتیمش. خیلی بوده چیکار کده؟ خورده نهستم دوبار هاتون کتاب بده با پلاگون که رفتم. چی خورده؟ каша, печенюшки. Самая нелюбимая еда в мире у Элифа это каша, да? Хлеб с сыром, какао. Маги о ресторан миряна окватян шараги. Пури сладости. Ба пул бетян сладости ора. با معلوماتون مگه پول نتیده طلبو میدونی؟ نمیخواه. دوستان عزیز و مهربان، برای خوراک شام باشه ما اینجا گالوپسی تیار میکنم. خیلی گالوپسی میگیم دیگه، چی میگن من نمیدونم. این اینجا چشه شورباشه تیار کرده استم. اینجا باشه این فرشش. من برنج نمیجوشونم، گوشتم نمیپزونم، یگان چه همش نمیخوام خام ریزه میکنم. قریب یک ساعت میجوشه، همش خوش رو دادرونش میپزه. دوستان عزیز و مهربان، تنهای خالدیلنی چیکار کردین؟ او داسکه گرفته در اینجا چسبونیه. نمیخوام خیلی. دوستان عزیز و مهربان، تا آخر ولاگ با ما باشه، حتما که با مزه میویه. دوستان عزیز مهربان، از میخوام کم ترک چی کنم؟ پخلاوا کنم. یک تا دیدم بینیوین محقول شد. آب می اندازیم. یک قاو لیمون 200 گرم آوایده. یک قاو لیمون می اندازیم و کم ترک نمک، یک تا تخم، کم ترک روغن. خمیرش تیار میکنیم. اینمی خیلی دوستان عزیز نمک انداختم، کم ترک روغن انداختم، انکو یک دونه هک تخم می اندازم و آمیخته میکنم. خمیرش تیار میکنم. دوستان عزیز و مهربان، این خمیر ما نمیخیل شد زوله. این رو میگیریم در یک طرف میمونیم، یک نیم ساعت میسته تا این دم گرفتنه. چورمغزمون باشه ازمل چیل تیرکتی میده میکنیم. خیلی کسی چیزی داره. این میخیل هاز این رو میمونم و یا میده میکنم. دوستان عزیز و مهربان،
وشه همه زور این چهارمغز را داختم آزی میده میکنم. برای خریداری کردن میتوانید بنویسید نلیچه هسته تاجیکستانم، مسخ هم، رسی هم، همه جاده. کار ما زنها را آسان میکنه اینه. خیلی چقدر میده میشه. این همیقه میده کدوم شد دوستانی عزیز، همیقه بسه. از میگیرم این زوالا را موندگیم تا پاکتی میگیرم زوالا چای میده میکنم. دوستانی عزیز و مهربان، این همیقه زوالا چای میده کدوم 18 تاشید. بعدن اینجا دم خوراک ما قریب که تیار شده. پینکاشو گرفتم با پینکا پروارده استیم. دوستان عزیز و مهربان، نمیخوام سلیویچ نمازلا گرفتم میمونم آو شوه اینجا باشه زوالا رو تونو قدم میگیرم. دوستان عزیز و مهربان، این مزکه نمیخوام آو شده نمیدونم برای چی. این ایره تونو کدوم میشه که میخوالی و بعدن ای بالاش چهارمغز میریزیم. عزیز و مهربان، ما باید یک تا چواکی کو هم میخریدم. نخریدم چواکی ششلک خانگی میکنی گو برای وای دویلکه تو دادم. اینه خیلی جاوز میکنیم ای طرفش بعد میگیریم با خوشراگ میشه. باید نمی خیل کنیم شه بعد ببرارم بگیریم شه. چواک باشه آسان تر ای خیلی با ویلکه کم تر دیگه خیرتر میویده. دوستان عزیز و مهربان، اینه میخیل شید حاضی چی میکنم شه دبالاش با امو روغانی مسکه میکنم در دخوفکه میمونم شه پختک با نشان میتیم. دوستان عزیز و مهربان، چخلی که شما میدونید پخلاوه به سیروب نمیشه. من کم ترک سیروب تیار میکنم. شکر داختم، نیم بکل آو داختم، یا 2 قطره ای آی لیمون میاندازم. تمام جوشیدک بعد با نشون میتیم. دوستان عزیز و مهربان، اینه میخواه سرخ شد سیروپ در بالاش میریزیم و باید 10-15 منوتی دیگه در دخوفکه میمونیم. این هم خیلی پخته دوستان عزیز. چهارمغز مونیقش موندگه در بالاش میچوشم. باید پیسته میچوشیدم نکیم پیسته نیفت مای مگزین. برای وای از چهارمغز میچوشم تیار میشه و میگیریم میچشیم شه. این میخواه دوستان عزیز تیار شد. از دلالیچه میگیریم و میچشیم. این دوستان عزیز و مهربان گرفتم شد چون هر وقت شف خونه یه بار میچشه. اگر بیمزه باشه ما نمیخوریم. بومبرو من بومبرو گفتن یا نه پروست با مزه و بیمزه گیرم. جوشه چخیر دوتا چشمشون چخیر بده نه جوشی بده مرش هم نمیفهمه. تو یادش نخور نمیفهمه خیلی مزره. نه یادش نه برای مزیر فهمده از شکل شکل. این هم خیلی خیلی چوتکا اینه درونش ایره که امو لیست پر کنی و با سیروپ بریزی درونش خیلی سیروپش ریخته شو بعد سوچنی درونش خوش میمه یا کم برو خیلی کدوم چه خیلی که گفتم دوستان عزیز بانی خیلی صافچه میخوره یا صافچه میخوره با به حد با مزه. این هم خیلی دوستان عزیز در اینجا باشه ولاگ مونه با پایان میرسونیم. حتما تیار کنید نکیم بسیارتر تیار کنید رنگ مکمک نکنید یا که لیستاتون میده باشه پر کنید بای بالاش سیروپ بریزید که در درونش پر شده. اینه میخواه ایشان بچشم ایشان بچ زورم ده حالی بستی ممکن درونش هم خواهد شده نه تو سال جوشی بده کم ترک معنی میخوردی ایشان جوشش توقع خوردن ده نمیشه. خیلی شما هم تیار کنید حتما. خیر دوستان عزیز تا ولاگ‌های آینده.